بریم از زبون شادمهر یه داستان خیلی قشنگ براتون تعریف کنم. با من بیا. یه روز یه باغبونی، یه مرد آسمونی، نهالی کاشت میونه باغچه مهربونی. میگفت سفر که رفتم یه روز و روزگاری، این بوته یاسمن میمونه یادگاری. هر روز غروب عطر یاس تو کوچه ها میپیچی، میونه کوچه باغا بوی خدا میپیچی. 1000 سال کوچه ها پر میشه از عطر یاس، اما مکان اون گل مونده هنوز ناشناس. اگه دوست داشتی سابسکرایب یادت نره.